مرکز مطبوعات وزارت کارهای داخلی تاجیکستان خبر داد که روز 23 میلیون سال 2024 در یک صدمه پرقربانی در شورای دوشنبه خوجند چنوق در حدود دهه لکت جماعت زرحلال در کنار شهر استرافشان سه ساکن سالخورده پنجکند به هلاکت رسیدند. بنا به اطلاع وزارت کارهای داخلی 23 میلیون سال 2024 تخمین ساعت 16:00 راننده ماشین تمغه اوپل استرا روزیف دلیر سال 1997 ساکن شهر استرافشان هنگام حرکت در شورای دوشنبه خوجند چنوق در حدود جماعت دهات زرحلال دهه لکت شهر مذکور از عهده دوره واسطه نقلیات نبر آمده. اول به ماشین تمغه اوپل زفیره تحت اداره یودیف نصرت الله سال 1998 ساکن شهر پنجکند برخورده، سپس به ماشین تمغه مرسدس بنز تحت اداره باباجانوف خوشبخت سال 1994 ساکن شهر استرافشان برخورده است. در نتیجه صدمه مسافران اوپل زفیره شویمردانوف سلطان سال 1942 و دوستوف جورا مراد سال 1961 ساکن شهر پنجکند جراحت‌های گوناگون جسمانی برداشته در جای حادثه به هلاکت رسیدند. مسافر دیگر این ماشین حوجی و رسالت سال 1962 ساکن شهر پنجکند بر اثر جراحت جسمانی برداشته‌اش در بیمارخانه به هلاکت رسیده است. رانندگان افت های تمغه اوپل استرا روزیف و اوپل زفیر یودیف جراحت‌های جسمانی برداشته در بیمارخانه بستری گردیدند. اوید به این حادثه ها تحقیقات ادامه دارد. راههای تاجیکستان از لحاظ صدمه‌های مرگ‌آور راههای پرخطر دانسته شده. هر سال بر اثر صدمه‌ها در راههای این کشور تا 400 نفر کشته و تا 1200 تن دیگر معیوب می‌شوند.